سلام دوستان، حالتون چطوره؟ خوبین؟ ویدیوهای کانال که حتما میبینید. خب امروز این گلدون که گلدون دکور گالریمون هست آوردیم. اینا هم بچه های طراحی هم بچه رنگ کار میکنن، مخصوصا فعلا بچه طراحی. ترکیب رنگای خیلی قشنگی داره، چه خود گلدونش حالا چه گلاش. یکی از گلاش رو میخوایم در بیاریم، بریم افتاد بیاریمش. ترکیب رنگش به نظرتون چیه؟ میخوام بریم ترکیب رنگش رو بسازیم، رنگ بیسش، رنگ پایش، رنگ تیره، رنگ روشنش رو بسازیم، ببینیم چطوری ساخته میشه. بریم ترکیب رنگش رو بسازیم. چجوری بذاریمش که قشنگ وایسه؟ به این صورت حالا یه چسب کوچیکم زیرش بزنیم که قشنگ وایسه، بتونیم کار کنیم. اینجوری میذارم که رنگاشو حالا بهتر ببینید. خب به عنوان رنگ بیسش میتونیم از قرمز آلیزارین کمک بگیریم، یه مقدار قهوه‌ای سینا و قهوه‌ای آمبر و یه مقدار خیلی کم هم آبی آلترامارین. اینو به عنوان رنگ بیس میگیریم. برای تیره تر شدن رنگ هم مجدد میتونیم آبی آلترامارین رو بیشتر کنیم، یه مقداری باز قرمز و قهوه‌ایمون رو به نسبتش بیشتر میکنیم که رنگ اصلیمون حفظ شه. یه مقدار هم سبز وریدیان خیلی کم برای تیرگی خیلی شدیدش میتونیم بذاریم. برای روشن تر شدن رنگ هم باز یه مقدار قرمز آلیزارین رو که بیشتر میکنیم، قرمز کادمیوم یه مقدار میزنیم. دیگه میتونیم اوکر یه مقدار اضافه کنیم و همچنین برای روشنیش حالا شدیدتر هم به نسبت یه مقدار سفید تیتانیوم اضافه کنیم و در کنارش خب یه مقداری هم میتونیم نارنجی کادمیوم اضافه کنیم که رنگمون پخته تر بشه. خب حالا برای روشنیامون هم اگه روشنیامون خیلی سردتر باشن خب به نسبت که سفید تیتانیوم بیشتر میشه، یه مقدار اگه سردتر باشه میتونیم از آبی کوبالت کمک بگیریم، رنگمون حالا رو به آبی بره، رو به رنگای سرد بره. اگه رنگامون خب یه مقدار روشنمون گرمتر باشه باز همونجور که گفتم میتونیم نارنجی اضافه کنیم، نارنجی کادمیوم به همین صورت. برای تیرگی های خب خیلی شدیدتر هم باز همونجور که گفتم سبزمون رو میتونیم بیشتر کنیم، باز در کنار سبز قرمز آلیزارینمون رو بیشتر کنیم و قهوه‌ای آمبر رو یه مقدار بزنیم که رنگمون هم پخته تر بشه هم تیره تر بشه. حالا توی یه دونه از این حالا گلبرگاش هم که من جدا کردم، البته خودش افتاد. حالا میتونید رنگا رو ببینید که رنگ بیسمون رو خب به این صورت میزنیم. برای روشنیامون همونجور که میبینید رنگ حالا سفید تو رنگمون استفاده شده، قرمز کادمیوم استفاده شده و یه مقدار خوب نارنجی. برای تیرگیامون هم که حالا به غیر از قرمزمون از حالا آبی و سبز وریدیان استفاده شده و یه مقدار حالا قهوه‌ای آمبر هم میزنیم، هم برای پخته شدن رنگمون هم برای شبیه شدن رنگمون. حالا یه مقدارم حالا من نوری که میزنم اون شدیدتر میکنم بهتر رنگا رو ببینید. قسمت حالا وسط‌تر اگه حالا دقت کنید قرمزتره، همون قرمز آلیزارین و قرمز کادمیوم داره. اینجا خب سفید، اوک و رنگای حالا به خاکستری خب بیشتره دیگه.